به نام خدا. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ یونس هستم از کانال آموزشی شطرنج بیشاپ بلاندر. خوشحالم که با یک ویدیو دیگه در خدمت شما دوستان خوبان هستم. در ویدیوی امروز قراره که بازی سوم بنده توی مسابقات المپیاد قهرمانی دانشجویان جنوب کشور رو با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم که در این بازی چجور تونستیم بازی بکنیم و کجا حرکات خوب داشتیم، کجا حرکات بد داشتیم و خلاصه یه آنالیز کامل و جامع رو با هم دیگه داشته باشیم. من مهره سفید بودم و حریفم مهره سیاه از دانشگاه دولتی بوشهر بود. حرکت بازی با D4 شروع شد، با D5 جواب داد. اسب F3، اسب C6، فیل F4 و H6. حرکت E3 رو انجام دادم، حرکت A6، حرکت A3، اسب F6 و حرکت H3 بازی شد. حرکت J5 حرکت خوبی نبودش، برای تهدید فیل بود، ولی خب جناح شاه خودش رو ضعیف‌تر کرد. فیل به خونه H2 اومد، فیل به خونه J7 اومد، فیل فیانک 2 کرد و آماده شد برای قلعه کوچیک. حرکت C4 حمله به مرکز و تصرف مرکز. حرکت E6 حرکت بدی نبود، حفظ زنجیره پیاده‌های زنجیره خودش. حرکت اسب E5 خیمه به مرکز و گرفتن خانه‌های مهم از حریف. فیل D7 حرکت خوبی نیست. فیل سیاه که فیل سیاه رنگ حریف که تو خونه سفید هستش از هر دو طرف بلاک شده و اصلا قدرت خاصی رو نداره. C5 با طرح فشار بیشتر در مرکز و خفه کردن سوارها و مهرهای حریف توی خونه‌های خودشون. حرکت B6 حمله به C5 و حرکت B4 دفاع از C5. حرکت B5 حرکت فیل E2 آماده برای قلعه کوچیک. قلعه کوچیک حریف انجام داد و در اینجا بنده قلعه کوچیک رو انجام ندادم چون میتونستم از ضعف این پیاده ها و این ستون ها استفاده کامل رو ببرم. بنابراین ترجیح دادم که حمله بکنم و جناح شاه حریف رو به خطر بندازم. حرکت H4 حرکت تأمل برانگیزی بودش. بعد از چندین دقیقه تفکر حریف زد در پیاده H4. فیل F3 رو انجام دادم و اسب به خونه E4 حرکت خوب و قدرتمندی بود. تعویض کردم اسبش رو، با فیل پس گرفت. اسبم رو گسترش دادم، تهدید کردم اسبش رو. حرکت F5 حرکت خوبی بودش. پیاده های زنجیره خودش رو داره و مرکز تثبیت میکنه. با اسب زدم اسبش رو. اسبش توی مرکز نشسته بود، خیمه سنگینی زده بود و میتونست خطرناک باشه. با D پس گرفت اسب من رو و حرکت فیل H5 حرکت خوبی بود که فیل قطر باز و مهم حریف رو در اینجا داشت تصرف میکرد و برعکس فیل حریف هر دو فیلش بسیار فیلای ضعیفی بودن، ولی برعکس هر دو فیل من بسیار فیلای خوبی بودن. اینجا توی وسط بازی و آخر بازی به من کمک شایانی کردن که بتونم برتری بگیرم. فیلش رو آورد به خونه E8 که با فیل خوب من فیل بدش رو تعویض بکنه. مشکلی نداشتم به خاطر اینکه بعد از تعویض با وزیر میگرفتم و با رخ توی این ستون خیلی مهم میتونستم شاه رو تهدید به مات بکنم. همچنین با حرکت فیل F4 هم حمله کردم به این پیاده و هم راه رخم رو باز کردم. حرکت C6 رو انجام داد. حرکت چندان جالب و جذابی نبود. تهدید کردم رخش رو با نشستن فیل در D6. رخش رو به خونه F6 آورد. بعد از اینکه اون پیاده‌ای که اول بازی رو قربانی کرده بودم و با رخم پس گرفتم، رخش رو گذاشت به خونه J6. فکر نکنید این رخ مجانی گرفته میشه، به خاطر اینکه وزیر نشسته روی رخ من و کاملا پس میگیره. همچنین بعداً وزیر میتونه کیش در اینجا رو داشته باشه. همچنین این رخ میتونه این پیاده رو مورد ضرب قرار بگیره. حرکت J3 رو انجام دادم که از رخم دفاع کنم و بعد از اینکه حرکت رخ J5 رو انجام داد و رخش رو از زیر ضرب فیل نجات داد، فیل F4 رو بازی کردم. این رخ دیگه رفتنی بود، مجبور شد تعویض کنه. با رخ در H5 زد، فیلم رو گرفت، رخش رو گرفتم، رخم رو گرفت و فیلش رو گرفتم و بعدش حرکت وزیر در خونه F6 رو انجام داد که حرکت بدی نبود، به خاطر اینکه وزیرش هم وارد بازی کرده و هم اینجا میخواد یه سری تعویض‌های وزیر خوب من رو با وزیر ضعیف خودش رو انجام بده. همچنین از نفوذ وزیر من در ردیف 6 جلوگیری میکنه و از این پیادهش هم داره دفاع میکنه، چون همزمان من با وزیر و فیل نشسته بودم روی پیاده H6. حرکت A4 بسیار حرکت
قوی بود که تونستم انجام بدم. ساختار پیاده ایشو به شدت ضعیف کردم و بعد از اینکه اینجا پیشنهاد تعویض وزیر داد، تعویض وزیر صورت گرفت. با پیاده آ در ب زدم، نمیتونست در اینجا حرکت آ در ب رو بزنه، به خاطر اینکه رخش گرفته میشد، مجبور بود با سه بزنه و در اینجا برای من یک پیاده رونده ایجاد شد. شاه هم رو آوردم به خونه د2 و سعی کردم به مرکز نزدیک کنم و بعد از اینکه فیل به خونه f6 آورد، پیاده‌مو روندم، 3-6 انجام دادم، شاهش رو نزدیک کرد، شاه e7 کرد، پیاده مجانی دیگر هم ازش گرفتم توی h6، حرکت e5 رو انجام داد، زدم پیادهش رو و پیاده‌مو زد و باید حواسم می بود که روی رخ هم نشسته. رخ 3-1 کردم، شاهش رو به خونه d6 آورد و بعد از اینکه رخ به خونه 3-5 آوردم، تهدید میکردم که اگر این فیل رو در اینجا نگه داری و شاهتو بخوای حرکت بدی، فیلتو ازت میگیرم. مجبور شد حرکت آ5 رو انجام بده. حرکت آ5 با طرح بر اینه که اگر من هیچ حرکتی در اینجا انجام ندم، بزنه این پیاده رو و این رخ دیگه بی‌دفاع میشه. ولی خب من حواسم جمع بود، پیاده خودم رو رونمش به سمت جلو، دیگه نمیتونست در اینجا حرکتی انجام بده، چون در حرکت بعدی وزیر میشد، مجبور میشد با رخ بزنه، با رخ میزدم و کاملا یک آخر بازی برنده رو میتونستم به دست بیارم. مجبور شد رخش رو بذاره به خونه 3-8، پیاده رو ازش گرفتم، با آ در b4 زد، رخ زدم در b4، پیاده رو پس گرفتم، پیاده رونده 3-7 رو پس گرفت. در اینجا من فقط یک برتری پیاده داشتم و یک آخر بازی تقریبا میشه گفت مساوی بودش. آخر بازی فیلای همرنگ و یک رخ برای هر دو طرف. در اینجا حرکت آ4 رو انجام دادم با طرح بر این که بتونم یه سری کیشای موثر بدم و بتونم سوار یا پیاده ازش بگیرم. حرکت بد رخ f7 رو انجام داد، اصلا حرکت چندان جذاب و جالبی نبود به نظرم، یه حرکت تأخیری بودش. J4 انجام دادم که اومد و فیلم رو تهدید کرد. حرکت J5 رو انجام دادم، به شدت حرکت J5 حرکت قوی بودش و اینجا دیگه باید حواسش می بود اشتباهی بکنه این پیاده به راحتی رونده میشه. شاه به خونه E6 آورد. بعد از این که حرکت F4 رو انجام دادم و این فیلش رو هم به اصطلاح تهدید کردم، مجبور شد فیل به خونه J7 ببره. یکیش بهش دادم در خونه A6، شاهش رو به خونه به اصطلاح D5 آورد و بعد از اینکه نشستم در اینجا، مجبور شد در اینجا دیگه سوار بده، با رخ زد توی H6، با پیاده گرفتم و با فیل پیاده رو گرفت. خب در اینجا دیگه این یه آخر بازی بسیار ساده هستش که من تونستم کنترل کنم بازی رو و بعد از یک کیشی که بهش دادم و به اشتباه توی ردیف 6 نشست، تونستم توی A6 کیش بهش بدم، فیلش رو هم ازش بگیرم و همونجور که مشاهده میکنید تک تک پیاده ها رو ازش گرفتم و با یک آخر بازی راحت رخ و پیاده بدون دخالت شاه هم تونستم این بازی رو به نفع خودم انجام بدم و خب در اینجا شاهش رو گیر انداخته بودم، فقط خونه H8 و H7 رو داشت و بعد از اینکه وزیر رو بردم، وزیر در خونه J8 حریف مات شد. خب این بازی دور سوم مسابقات المپیاد دانشجویی بودش که ما تیم بوشهر رو با اقتدار تونستیم شکست بدیم. بازی بعدی که قطعا براتون آنالیز و آپلود میکنم ایشالله فردا، بازی دور چهارم هستش، حساس ترین بازی که ما انجام دادیم مقابل تیم دانشگاه دولتی شیراز و اون یه جورایی بازی فینال بودش که هر تیمی برنده میشد قهرمان جنوبی کشور میشد و مجوز مسابقات شرکت در مسابقات المپیاد کشوری اصفهان رو به دست می آورد که به زودی انشالله براتون آپلودش میکنم و ببینید چه بازی زیبا و چشنوازی رو ما تونستیم انجام بدیم. حریف بسیار قوی، عملکرد خودم هم بسیار عالی بود. امیدوارم که از این بازی هم لذت کافی رو برده باشین. اگه برای اولین باری که دارین ویدیوهای کانال ما رو نگاه میکنید، ممنون میشم که کانال رو حتما دنبال بکنید، سابسکرایب بکنید، ویدیوها اگه خوشتون اومد لایک بکنید، برامون کامنت بذارید، کامنتاتون خیلی باعث میشه که ما بتونیم پیشرفت کنیم و این ویدیو رو برای دوست و آشنا و یا اون کسی که میدونی شطرنج باز هست و برات مهم هست حتما بفرست. یا علی، خدا نگهدار.